روسا این بار پیشنهاد کرد که ما حاضر هستیم که 9 ولایت سمت شمال به شورای نظار اعلام کنیم. شورای نظار میتونه که در 9 ولایت حاکمیت خود محکم کنه. روسا حاضر هستند که یک قسمت سلاح و مهماتی که در منطقه دارن بدن به شورا. تمام اردویی که از افغانستان جدید است از این منطقه خارج بسازد. شما در همه مسائل داخلیتان آزاد باشید. این قدر کمک های اقتصادی را از تاجیکستان و ازبکستان و یکفا مستقیم میکنید. مگر به این شرطه که در سیاست خارجیتان امر دولت کابل مشوره بود. این همون تکتیکا بود که در گذشته در بخارا استفاده کرد. دیگه همون قسم که لطف پروردگار ما از تهدیدش بیرون نکرده، از اخطارهای سرور و کماندوسا شدنش بیرون نکرده، دوباره تطمیع ازیم چون ما از خاطر خدا کس نبودیم، از خاطر اسلام این انقلاب برآورده. دیگه به لطف پروردگار خداوند خودش هدایت کرد. دیگه ما در برابر مسئولیتی که داشته این فضل خداوند هیچ گونه کشرویشی نشد و در برابر همه تطمیع و همه باغای سرخ و سبزی را که نشان داد جواب رد دادیم که ما به هیچ چیز دیگه پا ضرورت نداریم. ما طرفدار وحدت افغانستان هستیم، یک پارچگی افغانستان هستیم، ما تنها سمت شمال و کسی دیگه سمت جنوب و شرق بکنه تو به این ترتیب نمیتونی بین ما تفاوت کنی.